جوانی که در عبادت الله رشد بکنه زیر سایه عرش الهی هست، زیر سایه الله هست روز قیامت، چون که در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبری است. سختم هست، وسوسه می شود انسان. بعضی جوانها فکر می کنن که جوانهای پاک مشکلاتی که این آقا داره اون نداره. بارها ما به این اشاره کردیم. این مطلب این رو باید همه اصلاح کنند اذهان خود را. تمام آن چیزی که تو علاقه پیدا می کنی به سمت آن، اون یکی جوانی که خود را نگه می دارد هم علاقه دارد. مراجعه می کنن میگن ما می خواهیم با تقوا باشیم ولی نمیدونیم چه کار کنیم. سر کار یک چیز است. بعضی انسانها جلو دل خودشون میگیرن، بعضی انسانها جلو دل خودشون نمیگیرن.